سلام. اگر هنوز نفس میکشی یعنی خوش اومدی به یه ویدیو ترسناک دیگه. اینجا اونجاییه که حقیقتا زنده نیستن، فقط منتظرن کشفشن. امشب قرار نیست فقط گوش کنی، قرار حسش کنی، اونم با پوست و استخونت. پس اگه جرأتش رو داری چراغا رو خاموش کن و بیا با هم یه قدم دیگه بریم زیر پوست دنیا. Let's go. میگن در قلب کویر جایی هست که حتی شب هم جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه. اونجا دره مرگ کالفرونیا است، اما بعضا بهش اسم دیگه ای میدن. بهش میگن دره ناله ها، چون هر کسی اونجا شب مونده با صدای ناله بیدار شده. ناله‌ای که از زمین خشک و ترک خورده ای میاد. وقتی هم که هوا روشن شده، چیزی رو هم که دیده هرگز نتونسته فراموشش کنه. رد پای حرکت سنگ ها، نه چیزی دیگر، نه انسان، نه حیوان، فقط سنگ ها. ولی این فقط یک پدیده عجیب نیست. افسانه تاریک توی مردم بومی منطقه آنجا شکل گرفته است. میگن هر سنگ روی گم شده است. کسایی که شبانه وارد دره شدن از روی کنجکاوی یا هم از روی حماقت دیگه هم هرگز بر نگشتن. یه ماجرای قدیمی هست درباره یه زن محقق. اون رفته و شب مونده تو دره و با دوربینش. صبح فقط دوربینش رو پیدا کردن. فیلمش ضبط شده بود. تصویر تاریک بود اما صدا واضح. صدای سنگ هایی که روی خاک خشخش میکنن. صدای زمزمه هایی که میگن برقص، نترس، نوبت توه. آخرین لحظه دوربین میلرزه و صدای فریاد کوتاهی میاد و بعد سکوت. میگن اگر اون فیلم رو نصف ببینی، خواب سنگ هایی رو میبینی که اونا بهت نزدیک میشن آروم آروم تا وقت دیگه بیدار نشی. حالا تو که این ویدیو رو تماشا کردی، شاید همشب تو هم صدای خروشیدن سنگ رو روی زمین بشنوی. اگر شنیدی فرار کن. فقط دعا کن که هنوز وقت رقصت نرسیده باشه. اگر جرأت داری وارد دنیای تاریک بشی، سابسکرایب کن و زنگوله رو فشار بده، چون قراره چیزایی رو بشنوی که خوابو ازت میگیرن. خدا نگهدار.